به کسی که حسادت می‌ورزن اذیتش میکنن، بهش حسادت می‌ورزن، چیکار کنه برای دفع حسادت اونا؟ بهش حسادت می‌ورزن، اذیتش میکنن، مورد آزار اذیتش قرار میدن، برای دفع حسادت اینا باید چیکار کنه؟ معوذتین را زیاد بخونه، 4 قل را در وقت خواب زیاد بخونه. اگر بتواند حرز جواد را تحصیل بکند، ببندد به دستش یا بذارد توی بغلش مثلا. ما تو خواب شیطان رو میبینیم، اذیت میکنه، باش میجنگیم، بعد خواب فریاد میزنم، خانوادم خیلی میترسه، خانوادم تو خواب فریاد میزنم، باش درگیرم تو خواب، یه چهره وحشتناکی تو خواب قبل از خوابیدن باید این تحول و آیت الکرسی بخونه و اگر توانش حرز جواد هم با خودش متصل بکنه. اگر توانش قرآن‌های کوچیک هست اونا رو حمل بکند در بغلش، در قرآنش. بنده خدایی که زنگ زدن خدمتتون برای که از جنه اذیتش میکردن میبردنش، گفتیم بیام خدمتتون ببینیم که راه چاره‌ای داره یا نه. معوذتین را زیاد بخوند، بله، به بازوش حرز جواد را ببندد، یک قرآن کوچیکی هم در بغلش باشد، به همه اینها نیت بکند. طوری نیست. معوذتین زیاد، 4 قل در وقت خواب زیاد، یک حرز جوادی به خودش داشته باشه، یک قرآن کوچیکی هم در بغلش باشد. بلند ازدواج کردیم 7 سال پیش، 2 سال اول زندگی مشکلی نبود، الان مشکل شده برامون. 7 سال پیش ازدواج کردیم، 2 سال اول مشکل نداشتیم، الان عرض کنم که زندگیمون خیلی سخت شده است، بعد تصمیم طلاق داریم. آیا سحر جادویی شده است یا نه؟ سحر جادو را کار نداشته باشید. معوذتین 4 قول اینا را وقت خواب بکنید، فقط چیزی که هست اگه شد یک حرز جوادی حسن خودتون قرار بدهید، در بازوتون ببندید و صدقه هم زیاد بدید به افراد متعدد. یا علی بچه 2 ساله‌ای چیزای نامرئی رو میبینه ولی مادر پدرش میترسن، گفتم باید چیکار کرد. بچه 2 ساله‌ای هست، چیزای نامرئی رو میبینه ولی مادرش نمیبینه ولی میترسند، باید چیکار بکنن؟ همین حرز جواد را به بازوش ببندن، قرآن کوچیکی هم در بغلش بگذارن، فهمیدی؟ معوذتین هم یادش بدهن، 4 قل را یادش بدهن، مخصوصا وقت خواب.